سلام، کیوان هستم. به قسمت سوم از برنامه لایف استایل شو از استودیو رخسان خیلی خوش اومدین. اگه هنوز موفق به دیدن 2 قسمت گذشته نشدین، حتما پیشنهاد میکنم که ببینین. تایم ویدیوها اونقدر زیاد نیست و توی هر قسمت از برنامه لایف استایل شو در مورد مسائل مفید که هم در محل کار و هم در زندگی روزمره موثر هستن صحبت کردم که در کل میتونه به بهتر شدن سبک زندگی کمک کنه. ممنون میشم کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشید تا در صورت آپلود ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. با من همراه باشید در ادامه برنامه با پدیده فابینگ و پیامدهای اون. سلام بچه ها، چطورین؟ من الان سر ضبطم استودیو رخسان. نمیدونم، فکر کنم جلسه سوم باشه. باید از کیوان بپرسم در موردش میخواد صحبت کنه. بعد از ضبط کارم تموم شد میام. وقتی که از سر کار خسته به منزل برمیگردین و سر میز شام همسر یا فرزند شما مدام سرش توی گوشیه و با کلمات مبهم به شما جواب میده، یا اینکه وقتی در مهمانی ها و یا دوره همی های دوستانه و فامیلی بعد از سلام و احوال پرسی هر کسی مشغول چک کردن موبایلش میشه و دیگه حواسش به اطرافش نیست، و یا اینکه با دوستانتون به یک کافه میرین و هر کسی مشغول کار کردن با گوشی هست، شما بدون اینکه متوجه باشین ناخواسته درگیر پدیده فابینگ هستین. الو بچه ها، چه خبر؟ برای منم یک پیتزای پپرونی سفارش بدین. اوه، باید برم فعلا. طبق مطالعات انجام شده بیشتر از 17% افراد حداقل 4 بار در روز در حضور دیگران و به هنگام صحبت کردن با اونها دزدکی تلفنشون رو چک میکنن و تقریبا 32% افراد هم 2-3 بار در روز گرفتار پدیده فابینگ هستن. البته شاید این رفتار چیز مهمی به نظر نرسه، ولی به مرور زمان میتونه به روابط عاطفی، شخصی و سلامت روان شما آسیب برسونه. فابینگ از ترکیب 2 واژه فون و اسنابینگ به معنی نادیده گرفته شدن ساخته شده. فابینگ در حقیقت به معنی نادیده گرفتن شخص شما یا اطرافیانتون توسط شخصیه که داره باهاتون صحبت میکنه و مدام مشغول نگاه کردن و چک کردن گوشی هست، یا به عبارت ساده تر با این کار به شما و اطرافیانتون بی‌اعتنایی میکنه. فابینگ 4 نیاز انسان رو تهدید میکنه: احساس تعلق داشتن، اعتماد به نفس، زندگی معنادار و احساس کنترل داشتن، و همچنین باعث کاهش کیفیت روابط و افزایش تنهایی و انزوا میشه. وقتی کسی پیش شما به تلفنش مشغول میشه، شما ممکنه احساس طرد شدن یا محروم شدن از همصحبتی با اون بهتون دست بده که در این صورت دچار پدیده فابینگ میشین. بر طبق تحقیقات افرادی که دچار این پدیده هستن تمایل زیادی دارن که تلفن همراهشون همیشه کنارشون باشه و در دسترسشون باشه تا با شبکه‌های اجتماعی دائم ارتباط برقرار کنن و به این وسیله خلأ ارتباط حضوری رو پر کنن، و این شروع یک چرخه معیوب هست. 3 نشونه دچار بودن به پدیده فابینگ عبارتند از: 1. همزمان 2 تا مکالمه دارین، یکی از طریق تلفن و یکی با شخص روبروتون، که در این صورت شما به احتمال زیاد هیچ کدوم رو با موفقیت انجام نمیدین و مطمئناً دچار پدیده فابینگ خواهید شد. 2. همچنین قرار دادن موبایل کنار بشقاب سر میز غذا یه علامت هشداری هست که نشون میده به زودی روابط اجتماعی و خانوادگی شما دچار اختلال خواهد شد. و 3. اینکه بدون چک کردن موبایلتون نمیتونین غذاتون رو تمام کنین و ترس از دست دادن تماس‌ها، پیام‌ها و یا پست جدیدی در شبکه‌های اجتماعی رو دارید. 3 تا راهکار وجود داره برای اینکه بتونیم تا حدی
از گرفتار شدن به پدیده فابینگ جلوگیری کنیم. 1. موبایل خودتون رو ترجیحاً سر میز غذا نبرید. 2. وقتی که مشغول کاری هستید که احتیاج به تمرکز داره و یا وقتی که در یک مهمانی هستید و یا در جمع خانوادگی، حتی الامکان موبایلتون رو دور از دسترس نگه دارید. خودتون رو به چالش بکشید. برای استفاده از موبایل یا چک کردن شبکه‌های اجتماعی و یا پیام‌ها زمان‌های مشخصی از روز رو در نظر بگیرید. کاهش کیفیت زندگی، کاهش بهره وری کیفیت کاری، مشکلات خواب، کاهش اعتماد به نفس و در نهایت ایجاد اختلال در یک سبک زندگی سالم و بسیاری از عوامل دیگه از پیامدهای مخرب پدیده فابینگ هستند. سعی کنیم با مدیریت درست پدیده فابینگ اون رو به حداقل برسونیم و در مسیر زندگی حضور واقعی داشته باشیم و به بهتر شدن سبک زندگیمون کمک بیشتری کنیم. خب دوستان، ممنون میشم اگه از این برنامه و مطالب گفته شده خوشتون اومد لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین. امیدوارم مطالب گفته شده براتون مفید بوده باشه. با بهترین آرزوها برای شما تا یه لایف استایل شوی دیگه و یه سبک زندگی دیگه، بدرود.